سلام به همگی، به قسمت هفتم فصل سوم دنیا رو ببین. خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم با هم دیگه بریم به یه شهر دیگه از ایتالیا توی ادامه ماجراجوییمون به کل اروپا. امروز میخوایم با هم دیگه وارد شهری بشیم که روی آب ساخته شده و خیابوناش کانالن، تاکسیاش قایق و سکوتش با صدای آروم آب شکسته میشه. ونیز، یه شهری که یه افسانه‌ایه که هنوز زنده است. شهری که قرنها پیش از دل دریا ساخته شد تا مرکز تجارت و هنر و عشق بشه. به ونیز خوش اومدید. شهر روی آب، شهر عشق و تاریخ و آرامش. توی این ماجراجویی میخوایم با هم دیگه از کوچه های باریک و پیش در پیچ ونیز بگذریم، از پل‌ها و کانال‌ها، از طعم غذاها و داستانه مردمی که روی آب زندگی میکنن. جایی که هر قدمش یه قصه داره و حالا این قصه قرار دوباره با ما زنده بشه. خیلی از شهرها روی خاک بنا شدن، بعضیا روی کوه و بعضیا کنار رود. اما ونیز شهری بود که روی آب متولد شد. حدود 1500 سال پیش مردمی از شمال ایتالیا برای فرار از جنگ و حمله اقوام بربر به دل مرداب‌ها و جزیره‌های کوچیک پناه بردن که حالا بهش میگیم ونیز. اون موقع کسی باورش نمیشد که این روز همین پناهگاه تبدیل بشه به یکی از زیباترین شهرهای دنیا. مردم ونیز ستونای چوبی رو توی بستر آب فرو کردن، روی اونا خونه ساختن، پل زدن و کم کم یک شهر کامل روی آب شکل گرفت. تصور کن شهری که پایه‌هاش زیر دریاست اما هنوز بعد از قرن‌ها رو پای ایستاده. اینجا هر پل یه داستانی داره. هر ساختمون نشون دهنده قرن‌ها تاریخ و هنر و انسانه. از قرن نهم تا 15 ونیز تبدیل شد به یکی از قدرتمندترین جمهوری‌های دریایی دنیا، مرکز تجارت بین شرق و غرب. ادویه‌ها از هند، پارچه‌ها از ایران، طلا از افریقا و هنر از تمام اروپا به اینجا می‌آمدن. شاید برای همینه که هنوزم وقتی از خیابونای باریک ونیز می‌گذری، بوی تاریخ رو حس می‌کنی. بوی ادویه، چوب خیس و خاطره‌هایی که از زمانه خیلی دور باقی موندن. اگر بخوام یه نماد برای ونیز انتخاب کنم، به جرئت میتونم بگم گوندولا. قایق سیاه‌رنگ و باریکی که از قرن‌ها پیش تا امروز قلب تپنده شهره. گوندولا فقط یه وسیله حمل و نقل نیست، یه تیکه از روح ونیزه. وقتی سوارش میشی، انگار داری وارد داستان عاشقانه میشی. پا روی آروم گوندولیه روی آب، صدای قدم‌های مردم روی پل‌ها و انعکاس نور روی سطح کانال که همه چیز با یه ریتم خاص حرکت میکنه. میگن قدیما فقط اشراف‌زاده و خانواده‌های ثروتمند حق داشتن گوندولا داشته باشن و رنگش هم فقط بعد مشکی می بود، نشونه‌ای از وقار و یکسانی، چون دولت نمیخواست کسی با رنگ قایقش فخر بفروشه. اما امروزه بیشتر برای گردشگرا هستن و هنوزم نسل به نسل کارشون رو ادامه میدن. هر شهری یه قلب داره و قلب ونیز بدون شک میدان سن مارکوه. وقتی وارد میدون میشه اولین چیزی که حس می‌کنی عظمت و هماهنگیه. ساختمونایی که با ستون‌های سفید، موزاییک‌های طلایی و کلیساهایی که به نظر میرسه از یه رویای قدیمی بیرون اومدن. کلیسای سن مارک که فقط یه بنا نیست، یه اثر هنری هم شناخته میشه. هر دیوارش پر از نقاشی و سنگ‌های قیمتی و هر گنبدش داستانی از ایمان و قدرت و هنر. تو قرن‌ها پیش اینجا محل تجمع تاجران و هنرمندا و سیاستمدارای ونیز بود، جایی که تصمیم‌های بزرگ گرفته میشد و اخبارا از شرق و غرب دنیا بهش میرسید. اما امروزه پر از توریسته. مردم از سراسر دنیا میان تا فقط چند دقیقه بشینن و یه قهوه میل کنن و به کبوترها نگاه کنن. روبروی میدون سن مارکو یکی از باشکوه‌ترین ساختمان‌های ونیز قرار گرفته، کاخ دوک‌ها، جایی که قرن‌ها مرکز قدرت سیاسی این شهر بود. دوک‌ها یا دوچه‌ها حاکمان ونیز بودند. از همینجا تصمیم می‌گرفتن که با کدوم کشور تجارت کنن یا کجا جنگ را بندازن. وقتی وارد سالن‌های طلایی کاخ میشی حس می‌کنی وارد یه دنیای دیگه شدی. نقاشی عظیم از جنگ‌ها، سقف‌های طلایی و مجسمه‌هایی که داستان‌های پیروزی و آزادی رو تعریف می‌کنن. از پنجره که نگاه می‌کنی، پل آها رو می‌بینی. پلی که زندانی‌ها از روش عبور می‌کردن و آخرین نگاهشون رو به شهر از اونجا مینداختن. یه شهر با زیبایی و شکوهش و در کنارش سایه قدرت و ترس. ونیز همیشه دو چهره داره، یکی پرزرق و برق و یکی آروم و مرموز. میرسیم به زندگی روزمره مردم ونیز. توی نگاه اول شاید ونیز فقط یه مقصد گردشگری باشه، ولی اگه یکم دقیق‌تر نگاه کنی میفهمی که اینجا هنوز زندگی جریان داره. مردم ونیز با قایق میرن سر کار، خرید میکنن، بچه‌هاشون رو میبرن مدرسه، حتی پستچیشون هم با قایق میاد و بسته پستی تو به تحویل میده. صبح صدای زنگ کلیساها با بوی قهوه و نون تازه قاطی میشه و عصرها وقتی نور آفتاب روی آب میفته همه چیزی حس خاص پیدا میکنه. ونیز فقط یه شهر روی آبه، یه دنیای زنده است که با ریتم آب نفس میکشه. اگر بخوام ونیز رو با یه مزه توصیف کنم میتونم بگم همون مزه‌ای که آب دریا داره. غذاهای اینجا پر از طعمای تازه ماهی و میگو و روغن زیتونه. پاستاهای دستساز، پیتزاهای نازک
و دسرای ایتالیایی مثل تیرامیسو که همه جا هستن. یه وعده ساده اما با منظری که هیچ وقت از یادت نمیره. ونیز همیشه با هنر زنده است. از نقاشی و مجسمه گرفته تا ماسکای معروفش که نماد جشن و راز هستن. کارناوال ونیز یکی از قدیمی ترین جشن‌های جهانه، جایی که مردم با لباسای قرن 18 و ماسکای طلایی توی خیابون میرقصن. پشت هر ماسک یه داستانه، داستان آزادی، عشق و هویتی که فقط مخصوص ونیزه. اگه از شلوغی سن مارکو فاصله بگیریم، ونیز چهره واقعیش رو نشون میده. جزیره مورانو، جایی که تولیدی‌های شیشه سازی ونیز توشون قرار گرفته، به همراه جزیره بورانو که خانه‌های رنگی ونیز توشون قرار گرفته. خونه‌هاش مثل رنگین کمان میمونن، قرمز و آبی و زرد، هر کدومشون با یه حال هوا. مردم لبخند میزنن و زمان متوقف میشه. این بخش از ونیز همون جایی که دلت میخواد برای همیشه بمونی. یه جاییه که کلی عکس و فیلم‌های خفن و به یاد موندنی هم میتونید بگیرید. ونیز جز اون دسته از شهرهاییه که خودت باید بیای از نزدیک حسش کنی. شهری روی آب که توی قلب آدم همیشه زنده میمونه. یه شهریه که خودم دلم نمیاد ترکش کنم. امیدوارم که برای شما همینطوری باشه. امیدوارم از ماجراجویی ما به این شهر لذت برده باشید. فقط قبلش یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید، چنل منم سابسکرایب کنید و نظر خودتون رو توی کامنت ها برای من بنویسید. دوستتون دارم خیلی زیاد. توی ویدیوی بعدی میبینمتون.